از خانه زنگ میه، بالا میکنم گوشی را. پدر جانم، بچیم چه وقت حواله میکنی پیسه که کم خرج شده؟ نوبت در بیادرم میرسه. بیادرم میگه چند ذخیره کردی؟ اما کسی هست که نوبت در او میرسه که میگه بچیم نان خوردی؟ بچیم جایی که خواب میکنی گرم است، شوا سردیت نمیشه؟ او بجز مادر، او مادر است که همیشه در فکر فرزندایش است. مادرم فدایت شو مادرم، فدایت شو مادرم.